بسم الله الرحمن الرحيم. المرتبة الثانية الإيمان. موضوع اینکه شیخ خودش گذاشته شارح. مرتبه دوم در بیان ایمان، یعنی معلوم میشه که مرتبه یکم تمام کرده. اسلام بود، دین سه مرتبه داره گفته بودن، اسلام، ایمان و احسان. اکنون مرتبه یک تمام شد، مرتبه دوم سر شد. تعريف الإيمان. المرتبة الثانية الإيمان هو 70 شعبة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مرتبه دوم ایمان است. ایمان 70 چند شاخه دارد، دارای 70 چند، یعنی biz اصلا از 3 تا 9 میرن. 70 ممکنه 73 74 75 ممکن 79 اما biz وقتی که میگویم از 3 تا در نظر دارن. فعلها اکنون از همه عالی ترین، والاترین و بالاترین شاخه های ایمان، یعنی بلندترین شاخش گفتنی لا اله الا الله است. گفتن ایمان گفتن میشه. و ادناها از همه پایانترین که از او دیگه پایانتر نیست، این یک آزار و زیان و ضرر را از راه برطرف کردن است. هر چیزی که در راه هست ضرر میرسوند مردم را حتی حیوان را خلل میرسوند، گذشتنش به همین برطرف کردن. این هم نشونی چه؟ این هم از شاخه های ایمان است. و حیا شاخه از ایمان است. اکنون اگر شما نگاه کنید در اینجا هم قول آمد، هم فعل آمد، هم اعتقاد آمد. هم خیلی است؟ گفتنی لا اله الا الله قول شد، ایمان قول است. برطرف کردن آزار زیان از راه هر چیزی بیاره کردن فعل شد. بگوشم من خب با پول لغت میدم به دست میگیری، خلاصی یعنی که العمل بالجوارح، القول باللسان. انا مو حیا در کجا هست؟ حیا در زبان نیست، در است و یک چیزی پوشیده است، یعنی هر چیزی که پوشیده و اعتقادش میده. الایمان قول و عمل و اعتقاد. همین حدیث خودش هر سه چیز ممکن شیخ با خودشون بگن. وقال الشارح الشيخ صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: فالإيمان أعم من الإسلام. ایمان از اسلام دیده با عمومی تر است. این معنی گرچه ایمان از اسلام عامتر است، یعنی در کجا که ایمان آمد در درون نوع اسلام هست گفته است. فهمیده؟ عمومی که شد آخر عامه، همه چیز در درون اسلام، در درون ایمان همه چیز هست عمومی. فهمونه فکل مؤمن مسلم، هر مؤمن مسلمان است. وقتی که به مؤمن باشه مسلمان است. ولیس کل مسلم مؤمنا، نه هر مسلمان مؤمن است. اختلاف های بین علماء. فالإيمان أعم من جهة نفسه و اخص من جهة اهله. بس ایمان میگوید از جهت خودش، یعنی خودش دیده اگر نگاه کنید این عمومی تر است، با از جهت اهل ایمان بینید با خصوصی تر است. از جهت اهلش خصوصی تر است. اهل گفته اما آدمایی که دعوا میکنن که من مؤمن هستم، من مؤمن هستم، ممکن مؤمن نباشه. ایمان در مخصوص آدم ها هستن. انا همون ایمان اگر واقعا در کدوم آدمی که باشه اتوماتیک که وای مسلمان هم میشه.
هر کسانی که اسلام اومده میگن که ما مؤمن هستیم میگن دیگه که هیچ کار میکردن این مسلمانه. اگر آیسا بده او یعنی که ایمان پیدا شدن گرفت با هم مؤمن است و با هم مسلمان است. برای میگه که ایمان خودش بینه مگر عمومی هست در دنیاش اسلام هم هست، اما ایمان بینیم و با اهل ایمان نگاه کنیم، اهل ایمان نگاه کنیم مگر این خصوصی تره، نه ده همه کس هست. هر جا که ایمان در کدام موعظه ها در کدام حدیث ها ایمان تنها ذکر شود، ایمان این است که خیلی از ایمان است گفت، در دنیاش اسلام هم گذشته است. هر جا که ایمان یعنی که مثال اسلام باشد درباره اسلام گردن دیگه چی میشه؟ این اندر یعنی که ایمان هم داخل شده است. مسلمان آن است که دیگه کسا رو آزاد نگه بگون که از زبانی او دیگر ولی مؤمن هم در نظر دارد. برای اهل سنت و جماعت چی میگن؟ الایمان الاسلام والایمان اذا اجتمعا تفرقا و اذا تفرقا اجتمعا. یعنی ایمان و اسلام کجایند؟ در کجا که تنها بینه در درون یکدیگرش هستند. هر جا که جدا ذکر شوند ایمان و حدیث جبرئیل اسلام بیاد ایمان بیاد این دیگه چه؟ اسلام میبینه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. بتو عمله رو میبینه عمل میشه. اما ایمان رو میبینی چه؟ ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اینا اعتقاد است. فهمید؟ خلاصه در کجا که اسلام علاهده بیاد ایمان ببینیم علاهده بیاد اسلام دیگه معنا میده ایمان دیگه. هر جا که اسلام بیاد در درون او ایمان هم هست. هر جا که اسلام آمده یعنی موعظه درباره مؤمن باید این خیلی مؤمنان خیلی در دونش مسلمان هم داخل. هیچ فهمیدید یا الحمدلله بارک الله فیک. شیخ بسیار میبینه الله نگهش می‌داره. فالایمان فی اللغة التصدیق. ایمان در لغت تصدیق است. این شاید گپ بسیار در این باره اساسا. کتاب شیخ حسینی رو بخوانیم ان شاء الله بعد امان الجامع رو بخوانیم ان شاء الله بعد با خشوع‌تر میفهمیم. ایمان خلاصه در لغت چیه؟ تصدیقه. تصدیق معناش چیه؟ باور کردن. تصدیق انا صدقتك میگم که من تو رو باور کردم. الا تصدقوني آیا تو منو باور نمیکنی؟ در لغت قال تعالی علی لسان اخوه یوسف الله سبحانه و تعالی خبر داده است به زبان برادرای یوسف هنگامی که پیش نزد پدرشون اومده گفته و ما انت بمؤمن ای بمصدق لنا. تو ما رو باور نکرده ایسادی. اگر ما هم راست هم بگیم هم تو باور نمیکنی. یکی دروغ است. اگر راست هم بگیم باور نمیکنی. با بدل کنی اگر که دروغ است نه به طریق اولاد ما رو باور نمیکنی. انسانی که راست کدوم وقتی انسان راستش از دروغش راستش فرق کردن میده وقتی که دروغ مشهوره یا که خلق نعمه کار رویاش میبینه وقتی راست میگه من میگم دروغ است. ممکن راست باشه واقعا. برای ما الله نگه داره نه این خصوصیت. و اما الایمان فی الشرع اما در شریعت ایمان چیست؟ فهو كما فسره اهل السنه والجماعه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. این نازل کردن است. ایمان در شریعت همان است که اهل سنت و جماعت او را تفسیر کردند. چی گفتن؟ گفتن که به زبان گفتن است، به قلب اعتقاد کردن است و به اعضاها عمل کردن است. ایمان به طاعت زیاد می شود و به معصیت کم می شود. همه امامهای اهل سنت و جماعت به خلاف ابو حنیفه رحمت الله علیه این قسم اسلامی که ایمان زیاد کم نمی شود. در مسئله ایمان یعنی که اختلاف است، اما دیگرش همین معنی ایمان یعنی که به زبان گفتن و به قلب اعتقاد کردن. اعتقاد چیست؟ اعتقاد از کلمه عقد گرفته به معنی گره کردن. یک چیز در قلبت همین خیلی میبندی که دیگه هر جا که او باشد قلب تو او خلاص، یعنی که جدایی نداره، در قلب تو بستگی علاقه داره.
انا همون عقد، انا همون گرهی که مثلا شما ایمانی به الله دارید، اعتقادی به الله، اعتقادی به پیغمبر، اعتقادی به کتاب‌ها دارید، همین برای خاطر با اون رسمان با قوت شد و بایشن چی عمل طاعت کردن میگیری، طاعت و عبادت کردن، زیاد شدن میگیره، کم شدن میگیره، زیاد میشه به طاعت و کم میشه به معصیت. وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية. ایمان میگه به همین تفسیر اهل سنت و جماعت چی میشه؟ حقیقی و شرعی میشه. لأن الحقائق ثلاث زیرا که حقیقت ها سه چیز: حقیقت لغویه و حقیقت شرعیه و حقیقت عرفیه. حقیقت لغوی در لغت دیده و حقیقت شرعی در شریعت و حقیقت عرفی، عرف عادتا همین نشه. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. بس تفسير كأن الإيمان ربطشنين تفسير إن حقيقة شرعية. فالإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعية. خلاصة شرعي يعني كإيمان نقل يعني كوچانیده شده است از معنای لغوی به معنای شرعی، یعنی از معنای لغوی به معنای شرعی گذشته است. فالإيمان قول باللسان لابد من النطق والاعتراف باللسان. ایمان میگه به زبان گفتن است، یعنی باید که نطق کرده شود، اعتراف کرده شود به زبان، باید گویی که لا اله الا الله اگر باید لا اله الا الله و اعتقاد بالقلب، به قلب او را اعتقاد کردن. لابد من ان يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه. باید که این انسانی که نطق هر اون چیزی که به زبانش نطق میکنه او را اعتقاد کنه نسبت او به قلبش، یعنی او را در قلبش او بسته گردانده که هم تو زبانش نره بربادافه. چون که اگر انسان به زبانش گفته هم را قانع کنه دو بعد اما خود در قلبش هم گفتگیش در قلبش دور باشد و از صمیم در قلب دیگر چی باشد و عقدی دیگر چیز داشته باشد و اما مثال گیریم به زبان که محمد صلی الله علیه و آله واقعا پیغمبری برگزیده برای خوب است، قلبش نمی اعتراف کنه نه نمیموره خدمتگاری خدمتی زور کرده در جهان ما هیچ کمی نمیبینم گفته باشه دیگه منافق میشه. نعوذ بالله منافق میشه. و اذا كان مثل ایمان المنافقین اگر یعنی که قلب او خالی باشد هم فقط در زبانش باشد و ایمانش مانند ایمان منافقان باشد. الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. منافقا کسانی بودن که به زبانشون میگویند اون چیزی رو که همون گفتشون در قلبشون نیست، یعنی خلاف قلبشون میگفته ایستادیم. ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب بل لا بد من العمل بالجوارح ايضا. شیخ میفرماید که به زبان گفتن و به قلب اعتقاد کردن هم کفایت نمیکنه، بلکه با چیکار کند در برابر این دو چیز عمل به اعضاها شدنش در کار است. لابد من اداء الفرائض، باید فرضها را ادا کرده شود و تجنب المحارم از محرمات از حرام کرده ها یک جانبه شدن لازم است. فیفعل الطاعات و یجتنب المحرمات، طاعت ها را انجام میدهد و از حرام کرده شده ها یک جانبه می شود. کل هذا من الایمان، همین ها از ایمان است. و هو بهذا التعریف يشمل الدین كله. انا بنمی تعریف تمام دین را شامل است، در بر میگیرد. لكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان ومنها ما هو مكملات للإيمان. ولی میگوید این طاعت ها و این قانون های الهی بیشترش، قانون های الهی بیشترش، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد بیشترش همین ها. بعضی اونها یک جزئی از حقیقت ایمان است. بس ببین اگر نکردنش ما نمیتونیم گفتن که بی ایمان است، نمیتونیم گفتن. مثلا ترک نماز کرد ما نمیتونیم و کفری مطلق است ابدا در دوزخ میسوزه گفتن نمیتونیم که آخر است. اینا در بعضی عبادت ها یک جزئی از حقیقت ایمان یک پاره شکندگی ترک کرده شده است. و بعضی از اونها مکملات ایمان است، یعنی ایمانش هستن همش بجا آورده، فقط بعضیش ترک کرده است که به ترک ایمانش کامل نشده، یا خیلی شده است یا کم شده است. مثلا یک کس میاد هم تو در پیش بت سجده میکنه. انا ما نمیتونیم گفتن که
ترک مکمل یک کاری کرد که پشتی میز بگیریم ایمانش کم شده، این کفر مطلق میشه. بعضی عملها هستن که همون ایمانش تماما به سبب کردن ایمانش را بین میره. نعوذ بالله. اگر آشکارا رفتم سجده کنه کفر میشه. نعوذ بالله. سجده به سبب سجده. بعضی آدم هستن که طاعت میپردازن که کفرش افتاد نمیکنه، چه نماز نمیخونه، لیکی خودش دعوا میکنه مسلمان. والإيمان له يعني إذا ينبغي مغزوب صار خلاف سبب ما إسلام سوكت. والإيمان له أركان إيمان ركن هذا وله شعب والشاخ هذا وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثين. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله هم اون ارکان و همون شاخه ها را در دو حدیث بیان کردن. بیان ارکان الایمان فی حدیث جبریل، ارکان ایمان در حدیث جبریل بیان کرد. و بیان شعب الایمان فی حدیث الایمان بضع و سبعون شعبه، در حدیث یعنی که الایمان بضع و سبعون شاخه های ایمان جناب پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرد. و هذا یاتی ان شاء الله، این در این موضوع در این باره می آید. والایمان والاسلام اذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى. شیخ می فرماید ایمان و اسلام چون هر دو یک جای ذکر کرده شوند صار لكل واحد معنى، برای هر کدوم معنا هست. و اذا ذکر منهما واحد فقط دخل في الاخر، اگر از دو یک را ذکر کرده شود بس او دیگر در دیگر یک در دیگر داخل خواهد شد. فاذا ذکر جميعا، اگر هر دو در یک جا ذکر کرده شود یعنی در یک جا اسلام فسر الاسلام بالاعمال الظاهره، اسلام را به اعمال ظاهری چی تفسیر کرده میشه. و هی ارکان الاسلام الخمسه، 5 رکن اسلام در نظر دارد. و فسر الايمان بالاعمال الباطنه، اون وقت ایمان به اعمال باطنی تفسیر کرده میشه. و هی الارکان السته، 6 رکن میگوید. و محلها القلب، محل چنین ایمان بس چه؟ قلب است. ولا بد من اجتماعها في المسلم، باید که اینا هر دوش در مسلمان جمع شوند. لابد ان يكون مسلما مؤمنا يقيم اركان الاسلام و يقيم اركان الايمان، لابد من اجتماعها. باید که انسان هم مسلمان و هم مؤمن شود که ارکان ایمان و اسلام را به جا آورد و چنانه که ارکان ایمان را به جا آورد و باید که همه اینها را در خود جمع داشته باشد. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الایمان بضع و سبعون شعبه او بضع و ستون شعبه. در دیگر روایت دو روایت اخرجه البخاری بلفظ و ستون و مسلم بروايته، به هر دو روایتش یعنی هم ستون باره هم سبعون باره است من حدیث ابی هریره رضی الله عنه. ایمان یعنی که 72 چند شاخه است و بعضی روایت 60 چند شاخه است. قوله البضع هو ما بين 3 الى 9. بضع میگوید این از یک رقمی است که از 3 تا و میان این هر دو همه رقم یعنی از 3 تا 9 و بین این دو. فاذا قيل بضع 10 وقتی که بضعه 10 که گفتن و هو ما بين 13 الى 19، این از 13 و مبین تا 19 در نظر دارد. و اذا قيل بضع فقط، اگر بضع گویند نگه فهو ما بين 3 الى 9 یعنی از 3 تا 9 در نظر دارد. قالوا الشعبه هي قطعه من الشيء، یک پارچه یک چیز میگویند. ای ان الارکان بضع و 70 قطعه او جزءا، یعنی رکنها 70 چند جزء یا پارچه میباشند. قوله اعلاها ای اعلى هذه الشعب، از همه بلندترین این شاخه ها قول لا اله الا الله، گفتنی لا اله الا الله است. فهي الراس الاسلامي، لا اله الا الله این سری اسلام است، اساسی اسلام است. و راس الايمان سری ایمان است، کلید ایمان است. و هي الركن الاول، این رکن یکم است. و هي مدخل الدین، درآمدگاه دین است که به همین در شما در دین داخل میشید. قوله ادناها ای آخرها و اقلها، یعنی آخری امون شاخه ها یا که اقلی اونها. قوله اماطة الاذى عن الطریق، از راه یک آزار را یک ضرر را چیزی خلل میرساندگی را برطرف کردن. ازالة الاذى عن الطریق المسلوک، خب برطرف کردن یک آزار و زیان را از راهی میگذشتگی، راهی که اونجنده مردم گذرگاه هست، خواب انسان میگذره. خواب والاذى كل ما يؤذي الناس من شوك او حجر، اذا هر آن چیزی که آزار میدهند مردم را، خواب خار باشد و خواب
خس باشد و خاص سنگ باشد او قاذورات یا که نجاست باشه خود راههای مصر او مخلفات یا چیزای پرتابه یا چیزی که نجاست نیست یک چیز زیادی به ورق تجکر پرتاب میذاره زیادش پرتاب یک دفتر یک کتاب پرتاب در کار نیست مخلفات انسان پس سر خود میگذاره در کار نیست خواه اکن نجاست باشد خواه نجاست نباشد خراب کار میگن کل ما یؤذی الناس فی طریقهم هر چیزی که مردم در راهشون ضرر میرسوند و وضع الاذى فی الطریق محرم از این برمیآید که یک چیزی ضرر آور در راه پرداختن حرام است لان الطریق للماره چون که راه برای گذرنده است یعنی برای مردم گذرنده یکی برای گذشتن فالاذى يعطل الماره اون آزار باشد دیگر از حرکت و از روش ما بیکار میکنه و راه نمیشه و صد راه شده است او یعرضهم للخطر یا که اونها به مردم یعنی مردم دوچار خطر کردنش ممکن یک سنگ میکنه میپرتاید مثلا شبندنده بینه خیر راهی کنه اومده در چرخش زدن دیگه پریده برفتنش ممکن عرا بیرزنه ممکن خصوصا اگر دو چرخه باشه مثل ان يوقف سيارته في الطريق هذا من الاذى مانند مثال میاره شیخ میگه ماشینش اومده در راه میموند اینا آزار مردم درای پدیز همه خبر میمونه که میره در خودتون به داخل شدن میره او بعد 5 6 ماشین به دور میزنه اینا ممکن نیست اینا ارسال الماء من البيت في الطريق هذا من الاذى اخوند مثال در راه آب سر دادن چرک و مغز و بهار مثال گریم بردادن اینا آزار است مردم آزار میره بو میشه و وضع قمامات فی الطریق هذا من الاذى قمامات چیز پرتابار میگه موسرا رو در راه پرتافتن اینم از آزاره سواء کان الطریق فی البلد او فی البر و وضع الحجاره بله فعلا در خواهم میگه چی راه در کجا باشد در شهر باشد یا که در دهرو در یک صحرا باشد خب راهی صحرایی باشد بعض آدم میگه این راهی صحرا به این راه معقولش بورا میره نه ممکن نیست وضع الحجاره و وضع الاخشاب سنگ پرتافتن و چوب پرتافتن و وضع الحديد آهن پرتافتن به طرقات الناس در راههای مردم حفر الحفر چقوری ها کافتن فی طرقات الناس در راههای مردم کل هذا من الاذى همینا آزار و زیان است یک جا دیده که مثلا یک چقوری است که سرپوش گرفته اونجا یک شاخ موندن در گفتی داوش مثلا ماشین مثلا فاذا جاء مسلم وازاح هذا الاذى يعني مسلمان بیند که اومده همین آزار و ضرر سنگ برداشته برطرف کند اخر الطريق منه طریق راه خالی کند از او فهذا دلیل على ایمانه انا همین دلالت به ایمانش کرده است فوضع الاذى في الطريق من شعب الكفر یک آزار و یک ضرر در راه پرداختن یک شاخه های کفر در راه پیغمبر شاخ و خس و قازاق میپرداختن ابو لهب زنش و مینا هم خلاصه و وقتی دولت نگفت که ثبات نگفته راه رو تازه کنه میگه دولت کفر گپش نگیره نبرد ممکنه خیلی ثبات نگفته در روز شب قرار برآوردش فهم داره واجب است برآوردن واقعا یعنی که درون آب یعنی که چه جوی ها رو مثلا تازه کردن راه ها رو تازه کردن اینا همش اینا شاخهای ایمان هستن این از دلالت میکنه معقول ما نمیشه با وقتی که دولت ما گمانیتاری پومش میبره بس هر نماز بومدو سر کرده تو نماز خفتن در لبان دولت نهست چون که اگر من آدم آورده است سبحان الله این ناعدالتیه والله این بیفهمیه برای همین یعنی که ما مسلمانان علمی کارا مردیده آدمایی که دولت که تمام عمر گذشتگانشون همش در دولت کار کردن مسلمانان علمی خصوص گرنده میبینن برای چی؟ میگن که اسلام بذات خود ندارد عیبه هر عیبی که هست در مسلمانی ماست وقتی که ما را آرتن که نقض گفتن دولت وقتی که ما رو گمانتر پاموش داد ما دولت رو تعریف کردن الان آدمی خوب است آدمی خوب شده نقص دیدن میگوید سلسله حرمت به احترامش میگردن رئیس جماعت اما وقتی که مراه ها رو تازه کنیم ما میگریزیم هم خیره یک کیلو دو کیلو شکر گرفتن خود ما میرمیم خودکار حتی نمیفرستیم خودمون میرمیم میزیم میریش سفید با وقتی راه تازه کنیشو با اون بچهای خودکار میاره و یک کرانچی گرفتن شب میدارن مثلا خم شدن این ممکن نیست سبحان الله تاجیکستان البته همین گپا رو نسونه فهم اسلام همه خیلی است با نگاه داشته باشه
انا آزار و ضرر و بکلشگاهی که آبش نوشیدید تمام کردید درسته در راه پرتافته، این از شاخه های کفره. ایمونا باید بینه بگذار بینه اگر برادر ممکن نیست. اگر بینه که همین میگویتش یک گپ قبیح تو میزنه خودتون گیرد بیرک نه، اقلا شما رو بینه و شر داره دیگه نه. بعضی آدم مثلا که میسازه به زبان دعوتش میکنی نمیشه. کارات چی گفته گپ قبیح یک گپ بیزی میزنه ده. یک کسی دید که خورد پرتاف پشکی سیگرت پرتاف شما گیرد ای درنمون چیه ستیله که داونجا فهمیدید؟ هوای بینه یا نشون نمیدید هیچ گپ. این اگر نشون داده شما بگید ان شاء الله این در ریا داخل نمیشه. این عملا شما نشون و ازاله الاذى عن الطريق من شعب الايمان، هر آزار و زیان را از راه برطرف کردن این از شاخه های ایمان است. قوله و الحیاء شعبة من الايمان، جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که حیا از شاخه های ایمان است. یکی از شاخه های ایمان است. الحیاء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنع مما يدنسه ويشينه. دیدید چی میگه؟ حیا یک اخلاق است که الله تعالی وی را در درون انسان قرار داده. فهمیدید؟ حیا یک چیز است که الله تعالی در درون شما و همین ماندگی است که یحمله علی فعل انسان وادار میکنه، انسان مجبور میکنه، انسان تیله میدهد به انجام دادن کارهایی که اون کار را زیبا میکنه، زینتش میدهد و منع میکند انسان را از اون کارهایی که او را بی‌آبرو میکند، شرکین میکند و عیبدارش میکند، اگر به شرطی که وی به عیب شناس باشد. فهمیده؟ و یا زنی که در خانه مثلا گیره میاد که من به این لباسای چرکینم چی قد پوشی میبرم، میگه تو بر رنگ میدهه خودش در نیه پیش آینه ساده یک ساعت دو ساعت رنگ بر منه و این نمیدونه و حیا نیست و نیست. انا برای خاطر اون حیا رو به دست آوردن ایمان در کاره برادر. وقتی که ایمان پیدا شد انمون اپاراتی که الله تعالی در درون شما میمونه در پلی ایمانتون انمون جبر اما اپارات پیدا میشه. این خیلی که مثلا اون زن حیا دارد، شرم دارد که شوهرم ازا میکشد، در قد کوچیک گفته ولی لباس ترنگ میپوشه میبرد که من شرم دارم که شوهرم گویا که باز زنت خیلی این دایوسه. این زن هزگی بیچاره مردی که دایوس میگه نمیفهمه. این خیلی زن احتیاج به ایمان داره. از الله سبحانه و تعالی برای تمام زنها ما ایمان میپرسیم. والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده على الشر هذا محمود. اون حیایی که صاحبش به انجام دادن کار خیر چیکار میکند؟ وادار میکند، بیدار میکند، هشدار میکند، هوسمند میکند و انسان یا که صاحبش دور میکند از کارهای بد. انمین حیای چه؟ محمود میگه. با حیای گندن هم هست. همه حیای گندن میگه چه؟ نمیدونید اسلام نمیپرسید. چی نمیپرسید؟ وقتی چی به حلال حرام نمیپرسید شر میدارد. حیا ده؟ حیا کرده میگیم. حیا کرده نپرسید. نه برادر. این حیای محمول، این حیای مذموم. اما الحياء الذي يمنع الانسان من فعل الخير و طلب العلم، اما حیایی که در انسان باشد انسان معکن از کار خیر کرده و از طلب علم معناش میکند و السؤال عما اشکع علیه یا که سوال نمیکند از کار از چیزی که بالاش مشکلی اومده. فهذا حیاء مذموم، این حیای بد است لانه خجل، چون این حیا نمیگه، این خجالت میگه. و شعب الایمان کثیره کما عرفتم بضع و سبعون. شاخه های ایمان بسیار هستند، خیلی که شناس شده میگوید که 70 و چند شاخه بودند. وقد كتب الامام البيهقي مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الايمان وله مختصر مطبوع. چه میفرماد که امام بیهقی الله رحمتش کند یک کتابی بزرگ نوشته، مؤلف نیم مؤلف، یک کتابی کلون نویسه بیان کرده در او شاخه های ایمان و برای او با مختصرش هم هست که او در تحتی طبع است، مطبوع یعنی طبع شده است. و من ادله العلماء على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و بعضی از دلیل های علما
که ایمان به زبان گفتن و به قلب اعتقاد کردن و به اعضاها عمل کردن همین است ایمان، قول پیغمبر هم گرفتن علیه الصلاة والسلام. اونجا فرمود که اعلاها لا اله الا الله، از همه بالاترین بلندترین شاخه ایمان لا اله الا الله است. هذا يدل على القول، این سخن پیغمبر دلالت به قول کرده است. و قول اساسم ادناها اماطه الاذى عن الطريق، از همه پایان ترین اقل ایمان این ایذا و آزار برطرف کردن از راه، از گذرگاه. هذا عمل، این عمل است، ممکن است دل على ان الاعمال من الايمان، دلالت کرده است که عمل ها هم از ایمان است. و قوله صلی الله علیه و سلم الحیاء شعبة من الايمان، اما اساسا که حیا از شاخه ایمان است. هذا في القلب، این در قلب باشد. الحیاء انما يكون في القلب، حیا هم در قلب باشد. فهذا دلیل على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. این دلیل شده استاد است که ایمان با زبان است و قول گفتن است به زبان است و اعتقاد کردن است به قلب و عمل کردن است به اعضاها. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.